من با عاشق صحبت کردم. اون برای ازدواج با خرد موافقت کرد. زیاد خیال پردازی نکن خرد، وگرنه با سر میخوری زمین. بهترین کار برای تو اینه که پیشنهادشون رو رد کنی، کسی رو برای ازدواج پیدا کنی که به سبک و سیاق زندگی نزدیک باشه. عاشق به یه دختر دهاتی مثل تو نگاه هم نمیکنه، چه برسه که بخواد تو همسرش باشی، باهات ازدواج کنه. مامان تو هیچ وقت از دایی کمک نخواستی تا خودت مستقل زندگی کنی. پس برای چی حاضری من تحقیر شم؟ چرا باید برخلاف میلش به زور و بی دعوت وارد زندگی عاشق بشم؟ نه، نمیتونم اینو بپذیرم. ولی چی کار میتونم بکنم؟ عاشق، آره، باید با خود عاشق حرف بزنم. این بهترین کاره. رضا، من میخواستم جواب رد بدم، ولی اینطوری که پدرم ازم خواست نتونستم بهش بگم نه. من همیشه میخواستم با کسی ازدواج کنم که با هم فکر و هم عقیده باشه، بتونه تو زندگی پا به پای من راه بیاد. ولی دخترم خیلی عقب مونده است. من حتی اصلا نمیدونم اون چه جور آدمیه. نمیدونم که بتونم باهاش کنار بیام یا نه. ولی حال عمم خیلی بده، برای همینه که الان اصلا نمیشه با پدرم وارد بحث شد. رضا، حتی فکر کردن به ازدواج با این دختره بهم استرس وارد میکنه. این نه تنها برای ازدواج خوشیومی نیست، بلکه شکنجه هم هست. واقعا ترسناکه. خرد، کجا بودی عزیزم؟ یکم آب بهم بده. دهنم خوش شده. داری به چی فکر میکنی؟ مامان، فکر نمی کنی برای این تصمیم داری یکم عجله به خرج میدی؟ هیچ وجه اشتراکی بین ما و خانواده دایی نیست. این حرفو نزن. اون برادر منه. مشکل بچه اشتراک توی خانواده وجود نداره. ولی شما همیشه میگفتی روابط بین افراد به صورت مساوی شکل گرفته. اما اشتباه میکردی. من خیلی احساس حقارت میکنم. قبلا هیچ وقت احساس نمیکردم از کسی پایین تر باشم، ولی خب الان احساس کوچیک شدن دارم. ببینم، نکنه کسی چیزی بهت گفته؟ نه، کسی چیزی نگفته، ولی لطفاً مجبورم نکن به زور وارد زندگی کسی بشم و که هیچ تناسبی باهاش ندارم از نظر تحصیلات و منزلت. من مطمئنم که عاشرم از طرف پدرش تحت فشاره. نه دخترم، بصیرت همراهی فریده اومدن اینجا درباره عروسی تو با هم صحبت کرده. خودش و عاشرم دوتایی عصری اومده بودن. نه فریده و نه عاشر، هیچ کدوم
مشکلی با این ازدواج نداشتم. شما همه چی رو از دیده خودت میبینی ماما، ولی همه چی اونطوری نیست که به نظر میاد. من میدونم تو با این وصلت موافق نیستی و دلیلش هم چیزی نیست جز عزت نفس خودت. من مادرت هستم. من تو رو از خودت هم بهتر میشناسم. تو یاد گرفتی برای عزت نفس ارزش قائل باشی. استقلال برات از هر چیزی بالاتره. ولی دخترم، ولی اینو یادت باشه، این آخرین آرزوی منه. این آخرین آرزوی منه، آخرین خواهشم از توی دخترم. باید بودی و میدیدی چجوری داشت درباره آشر حرف میزد. تو که نمیدونی. یعنی میخوای پسر تو به خاطر ترس از شوهرت قربانی کنی؟ هیچ کاری ازم ساخته نیست و حتی نمیخواد گوش بده. سارا حالش چطوره؟ میخواستم بیام ببینمش ولی نتونستم، جرأت نکردم. من خودم خیلی آشفتم. این دختر داره از دست میره. نه چیزی میخوره نه کاری میکنه، پاش از اتاق بیرون نمیذاره. به نظر میاد که هیچی براش مهم نیست. الانم که ماشینو برداشته و رفته بیرون، حتی نگفت کجا داره میره. چی کار میشه کرد؟ بصیرت حقی که به گردن پسرم داره رو گرفته. انگار اون فقط پسر خودشه. اصلا چنین انتظاری از بصیرت نداشتم. گوشی لطفاً. الو؟ ها، بیاد تو. بعداً باهات حرف میزنم. باشه، سارا اومده اینجا. خدا رو شکر که اونجاست، چون خیلی نگرانش بودم. لطفاً باهاش حرف بزن. نمیدونم چطوری میتونی آرومش کنی. خبرشو لطفاً بهم بده. ها هر کاری بتونم میکنم. تو نگران نباش. بیا تو. سارا تویی؟ داشتم به تو فکر میکردم. خدا رو شکر که اومدی اینجا. خوبی؟ معلومه. چه خبره خاله فریده؟ چطوری میذاری همچی اتفاقی بیفته؟ لطفاً بشین با هم دیگه حرف بزنیم. یه دختر دهاتی بدبخت، کسی که حتی فکرشم نمی‌کردم برای آشر انتخابش کنی، یهو قراره همسر آشر بشه. چطوری اجازه میدی همچین بلایی سر من بیاد؟ سارا، من واقعا دلم میخواد تو همسر پسرم باشی، ولی همه چیز دست من نیست. اصلا شرایط ساده ای نیست سارا. عروسی آشر و خرد قراره جمعه باشه. از الان تدارک جشن رو دیدن. بصیرت هم تهدیدم کرده و به هم گفته که اگه به هر نحوی مانع بشم اون طلاقم میده و از خونه بیرونم میکنه. پس احساسات من چه میشه؟ شما میدونی من چقدر عاشق آشرم. من نمیتونم بدون اون زندگی کنم. سارا، من احساس تو رو میفهمم، ولی چیزی تحت اختیار من نیست. منم مخالف این ازدواجم، ولی چاره ای ندارم. نمیتونم کاری کنم. سارا، من فقط میدونم که مجبورم با این ازدواج کنار بیام. تو هم همین کارو بکن. شاید قسمت نبوده که تو با آشر ازدواج کنی. دارم باهات حرف میزنم. کجا داری میری؟ سارا!
همین جمعه داری با خرد ازدواج میکنی؟ سارا تویی؟ کجایی؟ چی کار داری؟ من کجام؟ فقط جواب سوالمو بده. تا جمعه با خرد عروسی میکنی؟ سارا، پدرم هیچ راه چاره‌ای برام نذاشته. من مجبورم ازدواج کنم. اصلا شرایط ساده ای نیست. عروسی عاشر و خرد قرار جمعه باشه. از الان تدارک جشن رو دیدن. سارا، پدرم هیچ راه چاره‌ای برام نذاشته. الو. الو سارا. الو. سارا چی کار کردی با خودت؟ سارا خواهش میکنم سارا جواب بده عزیزم. سارا عزیزم تو رو خدا جوابم بده. سارا تو رو خدا یه چیزی بگو. سارا عزیزم. سارا عزیزم با خودت چی کار کردی؟ یه چیزی بگو دختر گلم. سارا عزیزم. این چه بلایی بود سر خودش آورد؟ اگه به هم زنگ نزده بودی تا صبح متوجه این اتفاق نمی شدم. نمیتونم بهش فکر کنم.
نگران نباش خاله، ولی خدا رو شکر تونستیم نجاتش بدیم. به موقع به دادش رسیدیم. دکترم گفت خطری تهدیدش نمیکنه. آشرون سعی کرده خودشو بکشه. با برنامه ریزی خواسته این کارو بکنه، نخواسته کسی نجاتش بده. آخه چرا دختر من باید تمام امیدش رو از دست بده؟ اصلا نمیفهم. خدا رو شکر فعلا حالش خوبه. شما هم استراحت کنین. شما دیشب اصلا نخوابیدین. الان میرم براتون یه چایی بیارم. سلام. خوبی؟ پس بالاخره بیدار شدی. باید تصمیم بگیریم که باش چی کار کنی. ما کل دیشب نگرانت بودیم. تو میدونی که ما چقدر دوستت داریم و مراقبتیم، مگه نه؟ بیا اینو بگی. اینجوری میخوای امتحانمون کنی؟ سارا لطفاً با هم حرف بزن. چرا نجاتم دادی؟ من میخواستم بمیرم. چرا نجاتم دادی؟ چون برام خیلی با ارزشی. تو دوست منی. آخه چه فکری با خودت کردی؟ من زندگی که تو توش نباشی رو نمیخوام. چطوری میشه زنده باشم و ببینم آشر تو داری با خرد ازدواج میکنی؟ سارا من به احساست احترام میذارم. باید درک کنی تو وضعیتیم که نمیتونم جواب منفی بدم. نمیفهمی؟ سارا من این مسئله رو قبول کردم. تو هم باید قبولش کنی. لطفاً به خاطر من. آخه من خیلی عاشقتم آشر. میدونم که تو نمیتونی به همون اندازه عاشق من باشی، ولی برای احساس من فرقی نمیکنه آشر. من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. آشر نمیتونی اینو بفهمی. نمیتونی بفهمی. نمیتونی. سارا لطفاً. سارا لطفاً یکم خودتو کنترل کن سارا. سارا اگه واقعا عاشق منی بهم قول بده که دیگه همچین کاری نمی کنی. سارا منم بهت قول میدم. قول میدم که با بابام حرف بزنم، براش توضیح بدم. سارا اگه دست من باشه من همین الان باهات ازدواج میکنم. تو برام خیلی عزیزی. نمیتونم عذاب کشیدن تو ببینم. لطفاً دیگه گریه نکن. بله. نه دوستم تصادف کرده، برای همین اومدم بیمارستان.
چی؟ حال عمه بدتر شده. نگران نباشین، الان میرسم. آشر منتظرت بودم پسرم. اما اصلا حالش خوب نیست. هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته. ما نمیتونیم تا جمعه صبر کنیم. همین امروز باید عروسی رو برگزار کنیم. منظور چیه عروسی انجام شده؟ چطور امکان داره؟ دیشب محال این ازدواج باعث خوشبختی آشر بشه. باورم نمیشه فریده. چطوری بصیرت تونست همچین کاری کنه؟ من نمیتونم اینطوری از پشت تلفن حرف بزنم. رو در رو صحبت کنیم. سارا گوش کن لطفاً. مامان میخوام یه مدتی تنها باشم. سارا نگران نباش مامان. نمیخوام هیچ کار احمقانه‌ای انجام بدم. فعلا هم قرار نیست بمیرم. فقط یه مدت تنها باشم. الو آشر، چرا با من این کارو کردی آشر؟ چرا؟ سارا ببین، میدونم بهت قول دادم که صحبت بکنم، حلش بکنم، ولی نمیتونم. لطفا سعی کن درک کنی. چرا با من این کارو کردی آشر؟ سارا گریه نکن. سارا دایی مامان، دایی مامان، مامان دایی
لله و انا الیه راجعون. آروم باش، آروم باش. مامان، خواهش میکنم چشماتو باز کن مامان، خواهش میکنم. دایی آروم باش. خیرت خوابیده؟ بله آقا. خوبه. بگیر. خوبه که خوابیده. بهش نیاز داره. خیلی بی‌پناهه. نمیدونم دیشب تا کی داشت گریه میکرد. آشر کجاست؟ رفته بیرون. به این زودی؟ من نگران خردم. 2 هفته میشه که به نظرم میاد این دختر افسرده است. خب کاملا قابل درکه. غم خیلی بزرگیه براش. زمان میبره. فریده تو سعی کن شاید بتونی کمکش کنی به حالت عادی برگرده. من سعی کردم ولی اون
مادرشو از دست داده و هیچ کس نمیتونه جای مادر رو پر کنه. زمان میبره. تو رفتی پیش خرد؟ بصیرت، من هیولا که نیستم. اون مادرشو از دست داده. معلومه حواسم هست. ها؟ معلومه رفتم پیشش. نه فریده، اصلا چنین منظوری نداشتم. راستش تو اصلا به وصلت عاشق و خرد راضی نبودی. ها، من با این وصلت مخالف بودم بصیرت و میدونستم پسرم داره وادار به این کار میشه. پس وظیفه مادریم حکم میکرد که به خاطر پسرم بجنگم. ولی فرید راستش همش به اون روز فکر میکنم. هرگز نباید اون حرفا رو به زبون میآوردم. از کاری که اون روز کردم شرمندم. تمام اعتماد و اطمینانی که به رابطه خودمون داشتم و همه رو با هم نابود کردی. در یه لحظه تو همه ی حسم به زندگی و زیر و رو کردی. منو کیلومترها از خودت دور کردی. چطور با من این کارو کردی؟ من متاسفم. من واقعا خیلی متاسفم. نباید باهات اونطوری حرف میزدم. باعث شد به رفتار خودم فکر کنم. متاسفم. واقعا شرمنده‌ام. معذرت میخوام. میتونم بیام تو؟ چرا اینقدر رسمی حرف میزنی؟ ها؟ چرا اینجا وایسادیم؟ بریم بشینیم. روز تعطیل صبح به این زودی؟ ناراحتی که اومده؟ هیچ وقت نمیتونم از اومدنت ناراحت بشم. صبونه خوردی؟ سارا چرا داری اینجوری میکنی؟ اگه ازم دلخوری عصبانی پس باید بهم بگی تو دوستمی. آشر، اگه بخوامم نمیتونم ازت عصبانی باشم. تو خودم نمیبینم. هنوز صبونه نخوردم. میتونیم با هم دیگه بخوریم؟ همین الان سفارش میدم.